کلی کی شما گفت که ابد با سمبوسه پس ها امروز ابد با سمبوسه پخته بودم یک بار پیش از یک چیز پختن اومده اول میپرسم چی پسم ابد بگفته آخه من هر روز میپرسم از شما میگید که من نمیدونم چیزی که خواین پس این میگید برای من این دفعهش نپرسیدم از خودم برآمد است خیلی باید چی شده است خودتون میدونید چیزی که خواهید پزید اگر گویم اگر پیش خود پختن میرید می همه چیزا امروز من دیگر چی میگفته که برام پزید گفته چی بود را گرفته سمبوسه پختید ها مالش پختن باید پختید مالش هیچ گم ندارد بگویی به یگان چی میپخته که شاید ابزیتلی از من پرسید اول چی پسم گفته ها خوب شد این دفعهش البته شما میگم چی تیار کرده سادگی ما پیش خود یگان چی پختن نپرتایید یگان چیز پختنش سر کردید اومده ابزیتلی من بگویید که من فلان چیز پختم گفته ممکن که همون چیزا ما نخواهیم خوردن همین روز یگان چی باعث پشت من یگان پاکت میگن دسترخوان میگن چی پرتاید این سنگ باید نشد سمبوسه تو فقط رنگ سنگ خوردن نمیشه دیگه خیر شد